سلام. با برنامه سرزمین من در خدمت شما هستیم. توی استان سیستان و بلوچستان، منطقه سیستان. تپه‌هایی که پشت سر من می‌بینین متعلق به شهر سوخته است. 3200 سال قبل از میلاد مسیح اینجا مردمان زندگی می‌کردند. این منطقه یکی از بزرگترین سکونتگاه‌های آغاز شهرنشینی در شرق فلات ایران بوده. شهر سوخته. با ما همراه باشید. شهر سوخته برمیگرده قدمتش به 3200 قبل از میلاد. یعنی ما 4 دوره استقلالی تو شهر سوخته داریم، از 3200 تا 1800 قبل از میلاد. دلیل اصلی که به اینجا میگن شهر سوخته، حالا جدا از این که ما آتش سوزی مهیبی رو تو منطقه کاخ سوخته داشتیم، ما در دوره قاجار برای اولین بار به طور مکتوب توسط یه نظامی بریتانیایی به اسم آقای ییت از اینجا به اسم شهر سوخته نام میبره و خب ما تا به امروز چون باستان شناسی بر پایه سند مکتوب هست و وسعت شهر سوخته 151 هکتاره، از این 151 هکتار 3 الی 4% حفاری شده و ما هنوز سند مکتوب دال بر این که اسم واقعی این شهر چی هست نداریم و ما هم تکیه میکنیم به اسمی که آقای ییت در کتاب‌ها به اسم شهر سوخته آورده. شهر سوخته از 5 قسمت اصلی تشکیل میشه که باز فرعیاتی هم داریم. منطقه مسکونی، منطقه بناهای یادمان، منطقه صنعتی، گورستان و منطقه مرکزی هست. از شهرستان بم اومدیم، بعد برای مسافرت اومدیم اینجا یه دور بزنیم، بعد خونه یکی از یه آشناها رفتیم، برگشتن بهمون آدرس دادن شهر سوخته تو راه هست تابلوش. برامون جالب شد بیایم اینجا رو نگاهی بزنیم ببینیم حکایتش چیه چجوریه، که اومدیم اینجا نگاهی زدیم. برای اولین بار اومدیم. منطقه خیلی بزرگیه. من الان فکر میکنم 1-2 ساعت داریم میگردیم اینجا و واقعا شاید یه بخش کوچیکشو دیدیم. منطقه شرقی رو رفتیم دیدیم، الان هم باید بریم منطقه گورستان فکر میکنم یا همون قبرستانشون، باید بریم اون منطقه. خیلی منطقه بزرگیه. ما هم سعی کردیم اول صبح بیایم که خلوت باشه، راحت بتونیم کارمون انجام بدیم. مجموعه میراث فرهنگی و گردشگری سیستان و بلوچستان تو منطقه جهانی، پایگاه جهانی شهر سوخته اومده و خب یه پوانای مثبتی رو برای بازدید کنندگان گذاشته. یکی از اون پوانای مثبت خود مجتمع تفریح فرهنگی رفاهیشه که خب آلاچیق داره، میتونند از آلاچیقا استفاده کنند، فضای سبز داره و خب ما تو ایام نوروز برنامه‌های ویژه رو داریم و خب لباس‌های محلی سنتی، جشن‌های به سبک محلی ما داریم توی منطقه. ما نیروهای یگان رو داریم که بسیار با تجربه هستند نسبت به آثار. کارشناس‌ها رو داریم که میتونند اطلاعات دقیق رو به بازدید کنندگان محترم در ایام مختلف بدند و خب ما نیروهای اورژانسی هلال احمر رو داریم که صرفا اینا به خاطر اینه که
خب تو این محیط این نیازها هست، چون فاصله از شهر زاهدان و زابل یه خورده دوره. ما برای اسکان حتی تا تعداد 50 نفر میتونیم تو پایگاه پژوهشی که 5 کیلومتر پایینتر از خود مجتمع هست اسکان داریم و میتونیم اسکان بدیم به بازدید کنندگان محترم. ما تو مجتمع فرهنگی پژوهشی شهر سوخته هستیم. اینجا موزه شهر سوخته است. اشیای زیادی رو می‌بینیم، از پوست حیوانات گرفته، حصیر، سفال و حتی اجسادی که از گورستان به اینجا انتقال داده شده. من حتما بهتون پیشنهاد میکنم بیاین و این تاریخ رو ببینین و افتخار بکنین به گذشته خودتون. موزه شهر سوخته که تو مجتمع فرهنگی رفاهی و پژوهشی شهر سوخته است و خب این موزه یه جوری مکمل خود شهر هست و داخل موزه ما انواع سفال رو داریم، از سفال نخودی، سفال خاکستری و انواع تدفین رو داریم و آثار شاخص که این آثار شاخص تونست اعتبار شهر سوخته رو ببره بالا و به مرحله بین المللی و جهانی برسونه، مثل چشم مصنوعی، عمل جراحی، خطکش، تخته بازی که این خودش نشون میده که اوقات فراغت داشتن مردم شهر سوخته، تو اوقات فراغتشون از تخته بازی استفاده میکردن. جام انیمیشن که خودش اولین انیمیشن سازی دنیا هست. من از مشهد مقدس آمدم به سیستان و دیدن فامیلا، چندین سال در مشهد بودم و آمدم اینجا دیدن فامیلا معرفی کردن که همچی جای هست و هر سالی که ما میام اینجا میام برای دیدن شهر سوخته. این محیطی که توی موزه هست دقیقاً اومدن محیط خود شهر رو بازسازی کردن که زمانی که بازدید کننده وارد میشه حال و هوای خود شهر رو داشته باشه و بتونه با سفال، آثار تزئینی و تدفین‌ها آشنا بشه. تدفین‌ها کاملا شاخص هست، به طور بازسازی شده، اما ظروف سفالیش و اسکلت ها همه از خود شهر انتقال داده شده. این هم نمونه های ابزار کارشون که از استخوان اثرات مهری که هر خانواده در اون زمان اگر میخواستن کالای رو جابجا کنن با مهرایی که داشتن لاک و مهر میکردن و به دست فرد مقابلش میرسید فهمیده که از طرف چه شخصی رسید. این هم نمونه هایی که سنگ هایی که برای زیورالات خانم‌ها بیشتر استفاده میشده، حقیق لاجبرنا که برای دستبند و گردنبند استفاده میکردن. رفتیم کل شهر سوخته و رفتیم دیدیم، بازدید کردیم، جای خیلی خوبی بود، آثار واقعا جهانی هم هستش. حیفه که ناشناخته است، حیفه که نمیشناسن مردم اینجا رو. ما هم از چند نفر شنیدیم، اتفاقی متوجه شدیم که یه جایی هست که حتی به ثبت جهانی رسیده و واقعا حیفه که مردم نمیدونن. اگه من برم خودم حتما تبلیغ میکنم و میگم که بیان اینجا رو ببینن. حالا بعد از طریق مثلا رسانه ها، از طریق مطبوعات، از طریق رسانه ملی بیشتر تبلیغ بشه که واقعا هم تو جایی هم هست. ما چون تا زمانی که زاهدان اومده بودیم واقعا من نشنیده بودم، ولی اومدیم اینجا گفتن و ما اومدیم یه دیدنی کردیم. این نمونه گروه های صندوقچه یا جنینی کاملا که این اعتقاد اینو داشتن که دنیا پس از مرگ است، از جنین مادر که متولد میشن به این دنیا به همون طریق هم دفن میکنن که به دنیا بعدی متولد بشن، همراهشون آب و غذا و اونا هم دفن میکنن. طریق قبرش دیدن 10 نمونه قبر هسته که نگاه میکنن در جامعه در چه طبقه از جامعه قرار داره. این هم نمونه های همون ظروف سفالی بوده که نمونه هاشون در اون ویترین پایینی هست که علامت سفالگر پشت خود سفال زده بوده. کلام ما میگیم نشانه کارخونی یا برند کارخونه، اونجا هر سفالگری علامت خودشو داشته که پشت ظروف حک میکرده که کسی بخواست تهیه کنه ظروف بخره بفهم که از کدوم صنعت یا اون سفالگر. من یه خواهشی از مردم سراسر کشور خواهش میکنم که بیان می منطقه سیستان و شهر سوخته دیدن فرمایند. شهر سوخته یه شهر باستانی
و یه شهر به یادماندنی است و اینو به اونا قول میدم که این روزی که اینا بیان به عنوان یک روز به یادماندنی در دفترچه خاطرات زندگیشون ثبت میشه. با ما در سرزمین من بودیم. برنامه‌ای که برای شما ساخته شده و برای معرفی استان سیستان و بلوچستان و هموطنان ایرانی. امیدوارم که از این قسمت برنامه خوشتون اومده باشه. تا برنامه دیگر، بدرود.